ما جوانان سرافراز وطن این وطن را حامی به منتیم. عزم ما بنیاد کاری و همه پیروان پیشوای ملتیم. بسیار خوشحال هستیم چون روز اولی سفر است، آشنایی با دوستان نو و دیدن نمودن از مکانهای تاریخی و سیاحی ناحیه رودکی و دیدن نمودن از هنرهای مردمی ناحیه رودکی برای ما نسل جوان بسیار هم خوشبین کننده است. راستی خدمم باری اول است به این منطقه به اسب سواری باری اول است آمدگیم. از این خیلی هم خوشنودم و شکر میکنم از تنجی و امانی این کشور که برای ما جوانان دوران صاحب استقلالی چنین شرایطها را مهیا کردگی هستند که الکی ببینید که مثلا فروم جمهوریوی جوانان در ناحیه رودکی الکی گذشته ایستاده است و این باعث شکرگزاری باعث از افتخار است. من شکر میکنم که این گونه فروم ها زیاد شده ایستاده است و میناداری خدمت به رهبر دولت من اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت میناداری خود را میرسانم. خوشحال هستم که از تمام مناطق کشور، از تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری جوانان فعال در اینجا جمع آمدند و در اینجا با هم دوستی پیدا میکنند و با این تحت این شام جوانی، تحت این چنین چاره‌بینی‌های فرهنگی ما جوانان با خود یک دوستانی نو، یک شناسای نو با خود پیدا میکنیم. وقتی که ما از استخوان دیدن میکردیم در واقع یک تاریخ تمدنی بایی که در این منطقه بعد گواهی از آن میداد که در حقیقت تاجیکان از قدیم اولایام یک مردم فرهنگ دوست، علم دوست، مهنت دوست بودند. چون در یک گوشه مثلا همین آثارخانه اولادهای مهنت از قبیل یوگ، سپار و دیگر مثلا اولادهای گذاشته شده بودند که خاطر دلخواه بیننده رو به خود جلب میکرد. بعد دلایل دیگر این بود که وقتی که ما به کتابخانه آمدیم از کتابخانه دیدن کردیم در واقع یک کتابخانه این ناحیه یک بعضی کلان معنوی و علم است. همین خیلی تماشا میکردیم. برای من یک کتاب بسیار هم جالب تافت، یک غزل‌های زیبا داشت و مسئولین کتابخانه مرکزی ناحیه آن را برای من تحفه کردند. این یک کتاب است، من میتوانم از بازارم خریداری کنم، اما صمیمیت و مهمان دوستی این مردم را دلالت میدهد. من میخواهم در آخر یک نکته بسیار هم جالبتر را قید کنم که با تشبث کمیته کار با جوانان که این فستیوال برگزار و راه اندازی در ناحیه رودکی شده ایستاده است، ما جوانان مناطق کشور را در خانه های مردم جای کردند که بسیار هم یک اقدام نجیب خوب است. چرا؟ چون با این وسیله ما یک عائله دیگر از این منطقه پیدا میکنیم، یک پدر و مادر و برادر و خواهر دیگر از این منطقه پیدا میکنیم. ما در یک جماعت جایگیر کردن در یک عائله. من وقتی که این شب در آنجا خواب کردیم به مانند آبون بود که در آغوش مادر خود در خانه خود بودیم. آنچنان صمیمی به ما مناسبت میکردند که با وقت در حیرت افتادیم. اینقدر نفرایی که باری اول میبینی اینقدر صمیمی، این از آن شهادت میدهد که در واقع توجیک، فردی توجیک، اون نفری که در اسمش، در وجودش ضمیر توجیکی هست، مهمان دوست است و ان همین مهمان دوستی مردم توجیک در تمام دنیا به همین وسیله پند گشت. نزد کلی ماهیگیری آمدیم، بسیار یک به خود یک تأثیرات نیک برداشتیم. بسیار یک سیاحت خاطرمان، یک سیاحتی بود که در خاطره ما یک خاطرات، یک نقش نیک باقی میماند. ما جوانان شکرگزار آن باشیم که پیشوای ملت و ما چنین شرایط ها را بهر زندگی ما فراهم آوردند. ما جوانان باید کوشش آن را کنیم که به گروه های افراطگری همراه نشویم و بیشتر در صف پیش تاجیکستان را نامبری کنیم.